دوستکای نازنین سلام، خوب هستین؟ بله. صحتتان خوب است؟ بله. جانتان جور است؟ بله. خب شکر که خوب هستین. یک سلام جداگانه خدمت تمام از اون رفیقکا و دوستکایم که نمیال در پیش تلویزیون خودستان برنامه پروانه ها را سیل دارن. نصرت جان. بله نختک جان. چرا کتاب چرا از خانه کتید آوردی و دو هرچی نوشته است؟ خدا کنه که گم شوه باز کتید گپ خود زدن. خب نخیر نختک جان گم نمیش، تو تشویش نکو. ما خانه کمکی خبر دارن و خود ناوردیم. خب باش که یک دفعه کاکا رنگین بیایم میگم که چی کدی. هیچ همه تو باشه، خیر باشه. سلام دوستکا، خوب هستین؟ بله. خدا را شکر که کلتان خوب هستید. چه خوبم یک صدا گفتین. بله نمه تو پر انرژی. و یک سلام خاص جداگانه خدمت تمام طفلکایی که منتظر روز جمعه و منتظر شما نازنینکا و نختک جان بودن. خدا کنه که اونا هم جور و صحتمند باشه. ولی من که همه می آمدم آمدم کل گپا را شنیدم. نصرت جان؟ بله. نختک جان چی گپ بود که سر نصرت تا غال مغال انداخته بودی و سر صدا داشتی؟ خیرت خوب بود؟ کاکا رنگین جان، بابا کلان جانم میگه که شیطانی هم کار خوب نیست. خب من مجبور هستم که برات بگویم از اون نصرت جان کتابچه درسای بیادر جان خدا آورده. خودت که دید گرفت بس که خود فتش کرد. سیل کو. ایما چی بشنم نصرت جان؟ راست میگم؟ این سرمیز موندیشه. کاکا رنگین جان شما خودتان گفته بودین که کتابچه خاطرات دارین امروزتان بیارین. آفرین نصرت جان، بشی نختک جان. والا ما چه رقم برات بگویم نختک؟ بگویم نگویم بیا میگم. راست میگن نصرت جان، تمام دوستکایت ما گفته بودن که کتابچه‌های خاطرات تا بیاری که در او خاطره نوشته کردین که ما ببینم. مگم متاسفانه نختک جان یک رقمک خودت هم تو یاد کاکا رنگینت رفته بودی دیگه. من مرزت میخوایم از تو بچه. خواهش میکنم کاکا رنگین جان مرزت نخواهیم که من خجالت میکشم. مگم مرموز حتما کدام موضوع خاص است که این کار کردی و دیگه ای که من درباره کتابچه خاطرات اولین بار است که چیز میشنوم. زود چه دیگه بر ما بگو که او چی است؟ نختک جان تو خجالت نکش. خیر معذرت خواستن کار خوب است، چون من اشتباه کردم. معذرت خواستم که تو را خبر نکرده بودم. و دیگه ای که خودت گفتی کدام موضوع خاص است و درباره کتابچه‌های خاطرات نو میشنوینی. بله من برات میگم نختک جان. بعضی از گپا، خاطره ها، خوشی ها در زندگی ما بسیار مهم است. مثلا خانواده ما بر ما بسیار مهم است نه؟ بله. شناخت اجداد ما بر ما بسیار مهم است نه؟ بله. یگام روزای مناسبتی بر ما بسیار مهم است. مثلا یگام تصویرکا بر ما بسیار مهم است. اینمی همگیش یک آدم بسیار با سلیقه میگیره در یک دفترچگک یا کتابچگک که این نصرت جان آورده اینمی رقم کتابچگک کل چیزش میرسانه و نوشته میکنه و که خاطره ساز باشه و اینمی میره کتابچه خاطره میگن. والا چقدر خوب کاکا رنگین جان. تو که باشه ما هم سر از درموز برای خود یک کتابچگک میگیرم و کل چیزایی که شما گفتین در اون نوشته میکنم و این چیزامون از یاد من نمیره. کاکا رنگین جان راستی شما گفتین که دوستای ما که خود کتابچگک‌های خاطرات آوردن. راستی آوردن؟ بله نختک جان کتابچه تان آورده کلتان؟ بله. نخی نختک جان نشان بده که مثلا کلشان دستای خود بالا کردن. نام خدا آفرین شاباس. نختک جان اینال تنها کتابچه را کردن تنها در کتابچه خود نمیشه. من یک نفر میخیزانمشانه که هر کدومشان در کتابچه خود چی خاطرایی نوشته کردن کلشان به دقت گوش کنید و دوستای ما. خب این از این یک سر. مریم جان خودت استاد شو کتابچه که من ببینم. مرج به من آفرین. اینه خب اینجا چی نوشته کردی؟ بخوان باز من عکسش نشان میتونم به دوستا. چی نوشته کردی؟ عکس یادگاری مریم جان همراه دوستهای نازنینش با خانم زاهده از روز هفته سالگیره‌اش. برنامه تلویزیونی آریانا. هست که بیبی جان اومده؟ دیگه عکس شام گرفته. خب عکس من نشان نمیتونم نختک جان. خب عکس خود مریم جان که تو خوراکایش و بیادرکایش نشان میدن که در کتابچه که بسیار مقبول رسانده. آفرین مریم جان بیشی خودت. خب نصرت جان باش که سر نصرت یاد
نخوتک قار بود خودت نشان بده خود چی نوشته کیده و انت با دوستایت هم نشان بده پیش روی بگی اینه تو مام از که چگی من میارم برتان بیار باش نخوتک میفهمی نشات همون نگاگی خدا چیز بانک با نوشته که تاریخ تولد دوشتایم همه دنی؟ از اونو اورگه کم پرسان که وام بخیل پرسان میکنم مثلا تاریخ ذکریا جان نوشته کرده تاریخ تولدش تاریخ یسرا جان نوشته کرده سنا جان زینت جان دریا جان کلش اینجا تاریخایش پیش خود از ما خب بزی قرنگریز دیگه از ما را کس نوشته نمیکنه از نخته که نوشته نکردی؟ نه؟ نخته جان حتما نمیفهمید تاریخ تولد تبرش بگو باز میرسم بله ما از فضا پایین شدیم به او خاطر خود ما ولتت ندارم پوره مرا کتاب چیتا؟ آفرین زویا جان آفرین این زویا جان در کتابچه یک خاطرات خود عکس برنامه را گرفتن نخوتک جان چقدر چونک از کتابچهش چیکک خودش واریم چیکک جور کرده آفرین در اینجا چی نوشته کرده تو باش که من نوشتهش پیدا کنم گفته در کتابچه خاطرات برایم نوشته کند من هم همراه خواهر کلانم در مکتب درس میخوانم و در برنامه پروانه ها هستم من در این برنامه تمام دوستان و کاکارنگین را دوست دارم و نخوتک جان بسیار زیاد دوست دارم تکشر کاکارنگین جان بله اینمو تو کتابچه بابا کلان جانم در گیرم آمده بود روز مسیح کدم نوشته کده بود تاروم چمت پولوم رنگت بینا رهیگی فاسته که ما دیگه سه نفهمیدم مانویستی حتما از کدام فیلم بوده حتما کدام فیلم دیده بوده نوشته کده بوده اینا خواه کتابچه زینت جان بسیار دیگه بسیار کلان است نخوتک جان این دیگه کس چمونه همه که در جیبکش جای شو و که هر طرف میره نخوتک جان خاطرات خودم نوشته کنه فش تاویز بابا کلان جان ماره چی نوشته کده؟ نام زینت جان است من خودت بخوان بگی چی نوشته کدی بخوان اینجا یک استاچو بخوان بلند بخوان کل دوستکت بشنه بسم الله الرحمن الرحیم نام من زینت جان است من 7 سالگی هستم من و این کتابچه در سن 7 سالگی نوشته کردم آفرین به خاطر که من زیاد خوش دارم آفرین شاباز بیشی این نو یاد گرفته کتابچه خاطرات جور کنه وقتا چند اینه نامک چی بود؟ حسنا جان هم این رسامیگکایی که کده کل شده کتابچه خاطرات خود جای کده آفرین باش که مینال برو موجه که در امید دیگه کی حلیمه جان هم دیگه تیار کتابچه خود گرفته حلیمه جان مر کتابچه تا ببینم چقدر مقبول است کتابچه میخوانی بیا اینجا استاچو آفرین حلیمه میگه خودم میخوانم باش اول من عکسش نشان بدم نخوتک نبینه انت استاچم که نخوتک نبینه خب زورش به تک کاکارنگین عکس گرفتی خیر باشه مزاق کردم نخوتک جان عکسش کت خودت است صحیح است دیگه باور کنید کت خودت است بخوان ناله آفرین من میفهمم بیزی حلیمه است من در افغانستان زندگی میکنم نام پدر من وسیولا است من 7 ساله هستم من رنگ سبز را خوش دارم و رنگ سرخ را خوش ندارم از اون خاطر کالای سرخ پوشیدی مکرونی را در بین غذاها خوش دارم من در میوه های تازه انگور را خوش دارم و در میوه های خشک پسته را خوش دارم آفرین حلیمه جان شاباش خب تو بخیر خدا کد بیا اینجا استاچو آفرین بخوان که تو اول نشان بده بخوان نشان بدم اینه آفرین اینه نام خدا کار دیستیگکای رام که جور که در کتابچه که جای که نه بخوان ناله آفرین Daddy book
یعنی چیزی خاطرای من. آفرین. چه خاطرایی؟ بخوان حالا. کاردیسی با خواهرم. یک روز در باغچه با خواهرم گوش کنین شاباش. گوش کنین کلتان. میخواستم کاردیسی درست کنم اما نمیدانستم که چطور. خواهرم همراهم کمک کرد تا بتوانم این کاردیسی را درست کنم. بسیار خوشحال بودم که توانستم کاردیسی درست کنم. شاباش. کاردیسی من این هستم. آفرین. مرا خواهرم یاد داده این چی است؟ چقدر مقبول کاکا رنگین جان. کفترک. آفرین شاباش. در جایکت بشی. خودت کاکا رنگین گام است. خب خیر باش که دیگه به کل دوستکایت نوبت برسه. مرا تو یسرا جان این دیگه اینا عکس خود کت خوراک خود کت کاکا رنگین و تمام دوستایش که یه سالگیره داشتیم نختک جان اگه یادت باشه عکسش گرفته در کتابچه خاطرات خود نوشته کده. این عکس پدر جانش نام خود نوشته کده کاکا رنگین. باش ما ببینم. نوشته کده اسم من یسرا. اوه چطور در خنداق پیچاندگیش نیناگک. نختک جان چکو. الله ما که قبضم رقمی میکردم بیبی جان میگم این تو میکردم راست میگه. نختک جان سایکو دوستای نازنین سعی کنین که چقدر مقبول عکس خورترکیشه. ایستگاه مقبوله است نختک جان امیجا جا داره. این امیجا جایش است که ما باید یک گپ بگویم. اویی است که این سعی کنین مادرای عزیز خانوادای محترم شما هم به مثل مادر جان یسرا جان همراه کودکایتان کمک کنین. بله. و همه چیزایی که خاطر انگیز است طفلکایتان پر خاطره او را کار میکنن یک کتابچگک یا دفترچگک برشان نوشته کنین. بله. تا که طفلکتان که کلان شد و اون خاطرات زندگیشان در یادشان باشه. کاکا رنگین جان بله. او روز بر ما بابا جانم گفت خو که نمی یک بخش مهم و هویت یک کودک است خو بله. که درک دانش فردی او دیگه از ادبی گپ میزد. فردی او در ارتباط با دیگرا بالا میبره مثل خانواده اجداد بله ما که زندگی میکنن. گفت که پس شما باید که طفلایتان کمک کنین که در طول زندگی خود خاطرات خوب. مثل که پیشتر برات گفتم که مثلا اجداد ما بر ما مهم است که ما هویتش بشناسیم که مثلا پدر ما کی بود، پدر گوش کنین دوستا کنین. یسرا سعی کنین. نختک جان یک چیز گفت و من میخوایم به نختک جان باز تکرار کنم و بگویم که مثلا ما بفهمیم اجداد ما کی بود. پدر ما پدر کلان ما از پدر کلان ما را پدرش اینمی رقم تا هفت خود باید بشناسیم و در کتابچه‌های کودک خود نوشته کنیم که اونا برشان خاطر انگیز هم باشه و بشناسن. اما تو نیست نختک بله بله چقدر خوب کاکا رنگین جان. اتو که باشه باز میتوندم که کل چیزا رو برش یک تصویر بده و ازش یک داستان خوب بسازه و نوشته کنه. حتی میتونیم که داستانهای زندگی خود با دیگر دوستای خود از روی کتابچه خاطرات خود قصه کنیم کاکا رنگین جان. بله زینت جان کتابچه‌های تنیجبان آفرین. نختک جان خیلی یک کار میکنیم کل داستانکا خاطرای دوستکای ما را شنیدیم و گپکای مهم تو هم گفتی برشان. خیر ببینید زنده باشی. این حال من برشان جوس بیسکیت میتم توضیح میکنم که نوش جان کنن بخورن. خودتم نختک جان اگه جای رونده هستی با خدا یک دانه و کریم مسپارم تا. صحیح زنده باشی کاکا رنگین جان. خیلی وقفه را تاختان میرین من میرم پیش بابا جانم که مرا صدا کرد کتابچه ما بگیر. خیلی دوستای عزیز تا که من جوس و بیسکیت توضیح میکنم برای دوستکایم اینا هم نوش جان میکنن. یک وقفه میگیریم و دوباره زود برمیگردیم. دوستکای نازنین دوباره خوش آمدین. خدا کنه که یک تا خسته نشده باشین. انشالله خوب کتابچه‌های مقبول آورده بدین. مگه من ازتان یک گله دارم. من روز که بخیر کتابچه جور کردم از که از اونو کاکا اسپاز ما میکشم دایش. یک روز با یک کلا، یک روز با دیگه کلا، یک روز که مفته، یک روز که بخیر یک چیز میاره، یک روز خدایا خیر کنه. بسم الله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور هستی کاکا رنگین؟ شکر خدا. خودت خوب هستی؟ شما خوب هستی؟ بله. شما هم خوب هستی؟ بله. صدا یک بچگک میره غیر سر من تو تبصره داره چی هست؟
کدام از یا بود؟ ترپسه تسپره نداریم کاکا آشپز جان. سلام علیکم. این صدای نخوتک نیست؟ میگه تا سلام علیکم دیگه. علیکم سلام علیکم. کاکا آشپز جان سلام برسه. خوب استی چطور بخیر هستی؟ زنده باشی. باز چی گپ شده بود که سلام خیر خیرتیست. بیبی جانم سلام گفتید. بعد سلام گفت که نانکنک که برده بودی برای چی امانتی ورده پیشبند دوختی امور بر ما پس بیار که دست ما تندور می اونو که برات از جیب جور کردی اون نانکنک بیبی جانم است. او بچه این خود جیب ماست، این خود نانکنک می ما میفهمم جیبت از خوب بیبی جانم گفت که آمد امانت برد بچه شاغاسی پس نارد. ما بچه شاغاست خو امو اسمایتان همسایتان ببسخی. خیر باشه خود نخوتک با خدا غیر تو برای من گپ جور کنی. گاهی نانکنک تانم که گم میشه سر من میکنی، سبزی تانم که گم میشه سر من میکنی. کاکا رنگین مکدازی چی کنم؟ همسایه نیک ماستی خدا همسایه داده گرفت میباشه. من همسایه نیکشان هستم که هر چیز سر من میکنم. نخوتک جان بله کاکا رنگین کس دیگه کس نشنه یه همسایه نیکتان کی رقم است تو محکم میگیری که همسایه دیگه نه همسایه میگه که چیست آیا تو میراث برش میرسه که آدم خیلی قوم نداشته باشه. بابا جانم بر من روز میخونه کتابا رو میگه. خب باز من که کاکا آشپزم زیاد دوست دارم به خاطر که یکان جای آشپزی میره باز یک خوریک یک برنج هم تو کم سزدار برم روی میکنه. خب صحیح کاکا رنگین. من دسته که میبینم که نمی بچه از چیزای خانه هیچ استفاده نمیکنه باز من مجبور میشم که میرم رو استفاده میکنم. خیر ببینی کاکا آشپز که برش میاری ولی یک گپ است. اینجا تخمینه جان پیشتر در قسمت اول نبود که ما اینا رو آمدن سرشان ناوقت شده بود و اوجا محمد جان آمدن. خوش آمدین خوش آمدین. پسانتر آمدن و یک گپ دیگه است کاکا آشپز وقتی که شما گپ میزنین ما موجه که نزدیک شما میم بازدهی میز یا قصه میکنین کم قصه یکا میکنن. اگه قصه دارین بخیزین قصه کنین ما چپ میشینیم شما قصه کنین. صحیح؟ نه نمیکنن کاکا رنگین جان. خیکت نختک وعده کنین که گپش گوش میکنین 100% وعده است؟ بله کلش. آفرین. خب اینا دیگه قصه کشمشون پلاو و نخودتان داشتین بکنین. خب کاکا من از خاطر از امی گفتم که آره گفتم یگان چیزی بچه هیچ استفاده نمیکنه از وسایل خانه باز من مجبور میشم که به خودم استفاده کنم. خیر ببینی از اون خاطر بیبی جانم گفت که واسلین نمک زدگی رو که بردی گفتی که پای در دستم او رو بیار به مو خاطر در رویتم چرب که دید تو خوب رویت روشن شده. رویم روشن نشده نخوتک جان. یک چیز دیگه است که بگویم تا بیشی مکل کرده. الله بسم الله. خب خیر است سر جو گپا نمیریم. چی پخته میکنی امروز یا پخته کدگی آوردی؟ نه خودک جان امروز یک چیز برات بسیار کمت و ویتامین خوب قوی داره دیگه تیار کردیم. فهمیدی؟ فهمی چی است؟ چی است؟ شلغم. نه شلغم تا کجاست؟ بگو اگه فهمیدی صحیح. چیست؟ تو باش که نه خودک بگویا که شو باشه که نخودک میفهمی یا نه؟ من میفهمم. چی است؟ ویتامین گفتی داره از اونو چی زردک الوی زردک. نه الوی زردک نفهمید کی میفهمه؟ کی میگه؟ نه کوکوش بگم تخم جوش داده دیدی نه خودک جان؟ نه از تو کده دیگه دوستکایت خوب میفهمی. خیلی کاکاش پس یک کار کو جان امروز من در برنامه ایمان زیاد دارم. خب صاحب خانه زنگ زد برش. برای کی؟ بر بابا جانم. بابا جان من میایم. برو تو تلفنش ببر که او گپ بزنه کاکاش پس تو تا وقت تخم جوشانده رو که چپس آماده بساز که دوستکای ما باز بخوره. خب من قندولک پیش خود میطلبم نامشان پرسان میکنم ببینیم که به برنامه چی توفه آورده. خوب گپ است. ما آمادگی خودم میگیرم تا بالا. آفرین. شما خوب به دقت گوش کنین سعی کنین که چی توفه آورده. صحیح؟ اینجا یک استاد شما تو بلند خود معرفی کو به دوستکایت اینجا در پولی ما بیا نزدیک. آفرین. اما تو بلند به نام خداوند جل جلاله اسم من اسرار رحیمی. آفرین. بنت عبدالفتاح رحیمی. آفرین. تعلیم صنف اول الف مکتب حضرت ویس بن قیس. آفرین شاباش. خب اینا چی توفه آوردی به برنامه؟ ترانه یک ترانه یک تم تو بلند بخون که دوستکای کلش بشنوه.
بسم الله الرحمن ترانه وطن. با این کتاب با این قلم اعلی کشور بسازیم، از این سرای و شهر جای بهتر بسازیم، جای بهتر بسازیم. از جنس مهربانی ز چشمه محبت باغ وطن خود را بارور بسازیم، پر ثمر بسازیم، با هم دیگر بسازیم. وطن دارای گل را کم خوشتر بسازیم، کم خوشتر بسازیم. کودک بره به مکتب، کارگر بره سر کار. معلمای ما هم بیایش یاد بسیار، همگی دست بکاران باشه شاد آرام. شاگردکارای خود را قشنگتر میتا انجام، قشنگتر میتا انجام. درخت گل بشانیم، قدم قدم بمانیم. زبان صلح خوب است اگر او را بدانیم، اگر او را بدانیم. اگر تفنگ گرفته پدر انانیا کن، به خانه خانه میشد اثر ستیر باران، اثر ستیر باران. حالا قلم بگیریم با فکر و عزم محکم، بر رسم جنگ بمانیم. امروز نقطه پایان، امروز نقطه پایان. آفرین، شاباش. آفرین. دخترک قند شیرین زبان چقدر مقبول خان. نه خودک جان جان کاکا یک چیز متوجه شدی؟ از او که باز که من گپ بزنم خواستم آمده می کارت که میگفت یا که قلم بگیریم وقت می فرقت گشت قلمه گرفتی با خدا چقدر خوب. نه خودک جان دادم بریم قلم تیار بود گرفتم، چون در یک برنامه کار کرده بودیم نه که در وقت شعر خواندن ترانه خواندن حرکات باشه شعر یا ترانه ما را زیبا میسازه. آفرین در جای که بیشی قنده مگم وقتی که گفت بیا که تفنگ خوب شد چرایی با کلان جانم نبود اگر نه وقت کاکاش پاس مگرفتیش. نه کاکاش پاس دیگه مصروف آماده سازی. دوستکای نازنین آماده هستین که بخیر چپس بیاره؟ بله. شاباش. مگم متوجه باشین بسیار با آرامی چپس بجوین که اسکو در علاسیتان گور نره. خب خیال خود کرده شما مزاق کردیم کاکا رنگین. خب نه خودک جان. بله کاکا. این دوستک های نازنین، بیننده های عزیز، تفلک هایی که در خانه هستین، ببینین که محمد جان خودش دیگه معرفی کرده معرفی میکنه. اولی معرفی که چی است نشان بده به دوستان. من دستم فکیجی بودم باز چی کرد یک فراغت داشتیم باز با کلگی سرتیفیکیت امره گلاسا داده باز رفتیم پس خانه ما. شاباش آفرین. یکی گکش یکی ای در مکتب ما چی می داشته باشیم که سرفایلی می داشته باشیم. شاگرد ما شده بودم باز اینمی سرتیفیکیت ها را با ما دادن. آفرین. الله چقدر خوب. مثل که ما در قد قواره کارمند عمر رسیدیم بسته عمر اینمو ترستم. نه خودک جان. خب ایده انگلیسی با ما یک گیم بود دوره انگلیسی بود ورقا را با ما داده بود دوره باید حرفاش یاد داشته باشیم. باز در گیمش که آمدیم بازی را برد داد. باز اونمو هر کس که اونمو حرفا را داشته باشه باز اونمو اول شد باز من اول نشدم باز من دوم شدم. آفرین شاباش. دیگه چیز ای چی است ایران معرفی کو؟ ستاره ریاضی. در این که است من اول که ریاضی را چیک میکردم ما در خانه که میبودم هر چیز حساب میکردم باز آهسته آهسته ریاضی را یاد داشتم باز در مکتب که بود اونجا ستاره ریاضی است باز عکس مرا بسته کرد باز در سرفعلی کس که ریاضی را داشته باشه باز نمره خواسته باز با من کاکا رنگین جان یک چک چک کنین به افتخار من چه جان. آفرین آفرین آفرین. شاباش.
دوستکای نازنین چطور است؟ چپس تخم مزه‌دار است؟ بله. خب از کاکاشپز یک تشکری نمیکنه؟ نوش جانتان نوش جانتان. نه خودک جان. خب نه خودک جان یک کار میکنیم. این حال دوستای ما چپس و تخم خوردن نه؟ به خاطر که نال وقفه میگیریم به خاطر که وقفه میگیریم دعای دسترخوان کی یاد داره دوستکای نازنین؟ کاکاشپز میاد داره. این خو آفرین یما جان استاد چه میگه یک جای جای؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ورحمتك يا الرحمن آفرین شاباش. نختک جان تا که کت کاکاشپز باز ما میز جمع میکنیم یا جمع میکنیم یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره زود باز برمیگردیم. صحیح است؟ دوباره خوش آمدین دوستای خوبم. من میفهمم که خوب شده که تیر میشه که کاکاشپز جان. حالا من یک سوال دارم از کاکا رنگین جان که باید جواب بده. اوه سوال نختک جان چطور که سوال در ذهنت گشته؟ من در خدمت هستم. کاکا رنگین جان یک ذره که ادبی نوشته بود من ادبی میخوانم. خب بخوانش. کاکا رنگین جان من در یک جای خواندم که نوشته بود تفاوت اصرار امن و ناامن چیست و این دیگه که نوشته بود که امن نگاه داشتن کودکان از آزار و اذیت مسئولیت بزرگسالان است زیرا کودکان نمیتونن مسئولیت منی خودشان باشن. در دیوال دیگه نوشته کرده بودن. این دیگه چه قسمیش است کاکا رنگین جان؟ ما خدا قصه فلک عمرستم هر جایی که خودم تنها میرم اما تو شعر وارستم شعر. به شکت از نختک جان که تو هر طرفی که میری شعر واری میری و آفرینت شاباش. باش که من بیایم تو گفتم تا شاباش فهمیدی؟ نگفتم تا شاباش. آفرین. این قول به خاطر ازی برات دادم که چه خوب یک سوال بجا و عالی کردی. محمد جان دیدی که نخودک جان چه خوب یک سوال کرد. این حال کاکا رنگین تو هم سر صافای اما تو به پیشانی بازی برای جواب میده. بسیار راحت نخودک جان. این وظیفه کلانای ماست که ما را همکاری کنن جایای ناامن برای ما نشان بده برای کودکا که اینی منطقه جای ناامن است و کودکا که آگاهی پیدا کردن نخودک جان فهمیدن دیگه جایی که از چشم خود کلانای ما دور ماندنه ندیدن که اینجا جای ناامن است. کودکا که دوجه سر بخورن اونه باز خود به خود میفهمن که اینجا جای نامن است. حتی باز میتونن کودکا که برای کلانای خود اطلاع بدن که ما در فلان جایم که رفتیم دیدیم اینجا یک جای نامن بود. نخودک جان او چه قسم کاکا رنگین جان چندان سرم خلاص نشید ولی. نخودک جان دوستای خوبم اکثر مردما که است استفاده جوز خو بله به طور مثال جایی که از دید چشم کلانا مردمای را گذر پت پنهان می باشه بازوا میرن و نموجه دیگه قدم میزنن میگردن تا که موقع زیر پیدا کنن نخودک جان که استفاده جویی کنن اعتماد طفلا را به دست بیارن اولنی بازو نموجه که وا قدم میزنن تا بالا میگردن که دیدن که یک طفل آمد باز که تو طفل بسیار اول به مهربانی گپ میزنن به نرمی پیش میرن به خوش آمدی پیش میرن که او طفلک سر روی اعتماد کنن باز اونموز که دیگه دید که در اون منطقه کس نیست از دید کلگی پت پنهان است خدای ناخواسته باز از اون طفلک در اونموز سو استفاده میکنن. کاکا رنگین جان چقدر خوب گپا گفتی ولی کم سرم خلاص شد گفته بابا جانم. خب نخودک جان این گپا را فهمیده دیگه نه؟ بله. نال من یک موضوع را برای خانواده های محترم میگم که همیشه ای را به یاد داشته باشین که از طفلایتان باید مواظبت کنین و پرسان کنین. به طور مثال بسیار دور انداختن جان نه؟ از طفلک خود پرسان کنن ببینن که طفلشان چقدر امن و اهمیت قرار داره گفته خودت نه نخودک جان. دیگه ای که نخودک جان بازونمو طفله که فهماندن و طفل خود به خود میفهمن. طفلای نازنین میفهمین؟ مثلا ما و شما را اگه پشت سودا رایی میکنن نه؟ پشت سودا رایی میکنن ما و شما باید متوجه باشیم رایی که از دید مردم عام دور است از او رو نباید بریم از رای عام بریم. نخودک جان کوچیک بیروبار باشه دوج مردمایی که مورد اعتماد ماست ما میشناسیمشان در نمود بریم دیگه باز بخیر اونموز که دیگه هیچ کدام گپ نیست نخودک جان. صحیح های دوستای خود بیا که پرسان کنیم کاکا رنگین جان که یا چی میگن در این باره؟ نخودک جانم اول اینم تکت ما اینم تو میگم بخیر. کاکا رنگین
جان مادر جانم همیشه میگه که هیچ وقت در جای خطرناک هیچ وقت تنها نرو. آفرین مادر جانت. شاباش اسماعیل. شاباش چه خوب گپه را برات گفته. خب مریم جان خودت استاد شو؟ مریم بلند بگویی که ما بلند بشنوم. بگو که دوستکایت بشنوه. بچه خالم رفته بود به خانه نمیشناسن، به خانه رفته بود ایش نفهمیده رفته بودن و زود پس برآمده. آفرین اسماعیل. آفرین جایی که ما نمیشناسیم باید نریم. بیا بلال جان اینجا بیا. آفرین بیخی استاد شدی اینه بیا. آفرین باش که بلال چی میگه. بلند بگو. خب بلال جان بگو. بچه مامان که تنهایی میرفت ترسیده بود. تو بیش اینا گپ پیره ما تکرار میکنم نختک جان. بچه مامان گفت که از خانه برآمد در خانگاه که رفت که نمیشناخت جلچیده بود. الله. حتما در خانه بیرون نبود. یک سال قندولک جاد دست خاطر بیا اینجا بخیر. آفرین شاباش بیا اینجا استاد شو. چی میگی بگو؟ کاکان گفته بود که بر زینت گفته بود که تو برو بیرون تخم بیار. تخم آورده بلاشتید خودش افتادد کل تخم از دستش افتاد. الله. کاکاسپز ورسیده بودنی؟ کاکاسپز ور کل تخمای مرغ میده کرده بود تو. تخمای کلان آورده بود کاکاسپز رموز. خب شاباش. کاکا رنگین جان. نخوتک جان قصای کل دوستای من شنیدی که قصه کردن. بله. خودتم کدام گفتنی اگه داری از خودتم بشنیم گل بچه. مزیات نیخو یارگوش دمیتر تر میشدم در یک کوچه یک سگک خو بود خیالمک خی مرده کت لغت که من دکیز دادم که یک بودم کردیم پاچه میگرفت دیگه گرده بدیم. به مو خاطر نخوتک جان کلانای ما میگه که آزار دادن حیوانات چی است؟ گناه داره. آفرین گناه داره. نخوتک جان کاکا رنگین گپای کل دوستای ما رو هم شنیدیم از خودت هم شنیدیم. این حال دیگه نوبت رسامی است و پیش از یک ما دوستکای من دعوت به کنم که رسامی کنن. نصرت جان دمی دوستک خود یک دانه کار خانگی کار چی؟ کار دستی آورده. ما دو هفته کار خانگی داده بودمشان این آورده بسیار مقبول. ایسی بیار تو مسایی کنی؟ اینه خواه اینه نخوتک جان ببین ای خفسک ما وارسته یک میکم داره. اینه نصرت جان خودت بگو کی چی است؟ این خرگوش زردک میخواد. زردک گرفته میشه. مست کار از زردک پاریز استیم. زردک هم قسم جور کرد نخوتک جان که تا بالا میشه زردک هم ترس نه؟ میبینین دوستکا؟ دو هفته ما کار خانگی داده بودم. کاکا رنگین جان بله. یک دقیقه باشتی که یادم نره این خرگوش که زردک خورده الوایش خورده میتونه کاکاش پس پخته کنه برش؟ حتما میتونه خورده نخوتک جان. خواه آفرین نصرت جان ایره در کتابچه خاطراتت یا در خانه یک جای ایره در میجا میمانم. همیجا بانیشه همیجا میمانم که او زردک کاکاش پس ببینه بخی فستیوال زردک درسته دیستی که به دیجا باز ببریشه الوای زردک پخته کنه. خود دیگه کسی چیز آورده؟ آفرین شاباز دیگه خیلی کن آورده. در هفته بعدی هر کدامتون که چیز را ساختین بیارین که باز ببینیم سی. کاکا رنگین جان وقت رسمی نشده؟ اینه من برشان قلم کتابچه میدم. خی ما پایین شوم که با بیبی جانم میگه زود بیا که نان داشت ببر. برو اینا بیبی جان تاختن سر خمیری روان آمدم. برو بخیر بگی. خب دوستکای نازنین کی خلاص کرده؟ ما آفرین بیار خودت قندولک شاباس ها بیار. آفرین نام خدا. اینه چقدر مقبول. آفرین
خلاص کردی؟ ما را از خودتان ببینم. آفرین، این چه خوب یک کل رسامی کرده. خب دوستای عزیز، شما عکس رسامی های دوستای ما را ببینین. ما یک وقفه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. دوستای نازنین، دوباره خوش آمدین و خدا کنه که تا این بخش از برنامه چیزکای بسیار خوب یاد گرفته باشین و دیگه تفلکای نازنین شما میفهمین نخوتک جان که در این قسمت دیگه بخیر درس خواندن است. بله درس خواندن است. مگم کاکو رنگین جان اول میریم قطار الفبا را میبینیم، دوباره زود برمیگردیم، باز بخیر سر درس خود شروع میکنیم. بیخی صحیح است. دوستای نازنین، قطار الفبا را دیدین دیگه. این حال کی میگه برام سر کدام حرف کار میکنین؟ ما بگویم کاکو رنگین جان؟ باش که نخوتک میگه. نخوتک بگو. باش باز قسم میشه نخوتک. سر حرف هید چشمه. سر حرف هید چشمه. صحیح است. در جایتان بشینین. آفرین. خواه باش که من اول تخته را پاک کنم. هید چشمه. صحیح است. دوستکای ناظرین فرقتان باشه خو؟ بله. کلتان متوجه اینجا مرسوف باشه. نباشین، فرقتان بگیرین که درسش بخیر. دریا، مریم، تحمینه، نصرت متوجه تخته هستین؟ بله. کسایی که متوجه بود گفت بله، کسایی که نبود گفت ای چپ خواهی گرفته. متوجه هستین؟ بله. این حال کلتان متوجه شدین. من اینجا نشته میکنم هم دیگر. صحیح است؟ هم دیگر اخ من نشته کردم. صحیح است؟ خب این حال کی دیگه میگه؟ ما خب باش زینت بگو که زیاد دست خلا بالا کرده. اول زینت تو بگو چی میگی؟ هوا. آفرین. هوا. آفرین. باش هوا. آفرین. خب نخوتک کنال تو بگو. باش نخوتک با خفه میکنه. همراه. آفرین. همراه. آفرین. خب ایناله همدیگر شد، هوا شد، همراه شد. در وسط کلمه که به کی میگه، در بین کلمه هیچ نمیگه. دوستاکایم بشینن، شما بشینین. بگو نخوتک جان. نهال. نهال. آفرین. نهال. کاکا رنگینا بگو ماما. الهام. نشته کردم الهام. آفرین ماما جان گفتی. خب دیگه کی میگه؟ بگو نیاز جان.
نهنگ. نهنگ آفرین. یه نمته. نهنگ آفرین نهنگ. شاباش. خب در آخر کلمه که بیه تخمینه بگو در آخر کلمه چی میه؟ خب دمابین بگو. تخمینه آفرین. تخمینه شاباش. تخمینه آفرین. خب دول خو خلاش نال داخلش کی میگه برام؟ همیشه. همیشه. هم دولش هم ده چی ده داخلش. همیشه میگه. همیشه. دیگه کی میگه؟ داخل کلمه که بیه؟ خود کلمه. کلمه آفرین. کلمه آفرین. خب دیگه هم بگویم؟ ما گفتم نختک جان نشته کردن تیشه. آفرین. تیشه بابا جانت کتش یگام شاخکای خود که درخته کتاره سریشو میشه. آرام است آرام میشه اینا. کوکرنگی ما بگویم. خب کلتون فرقتون باشه. کتمه به یک صدا میخوانین صحیح؟ هید چشمه. همدیگر. هوا. همراه. نهال. الهام. نهنگ. تخمینه. همیشه. کلمه. تیشه. اره. آفرین. خب دوستکای نازنین کلتان یاد گرفتین؟ این حال ما براتان کتابچه و پنسل میتم که دیگه بخیر نوشته کوکرنگین جان. بله. من خیلی برم در خانه نوشته کنم. برو اینه رفتم. برو بابا جان تام سلام بگی و نشتام کنی گلابی نبخدم نشته بود. خب کی خلاص کرد دوستکای نازنین؟ مریم جان که مستا رو ببینیم آفرین. دست پایین کو. اینه مریم جان بسیار مقبولک نوشته کرده. آفرین. نیایش بیار خودت آفرین. یام از نیایش جان. میتال متناسب جان. امید بیار کتاب امید. امید کتاب چه خلاص کردی بیار. نصرت بیار خودت. بیا. داری. اینه ای از یسرا بود. یا من حلیمه جان نام خوانشته کرد از حلیمه جان. نفر خود بیار یا از بلال جان باش که از دوستای تنشان بکن. آفرین نصرت الله جان. اینی مرا آزار میده. یا از امید جان. مرا خودت آفرین در جایت بشی. نام تنشته نکردی؟ خیر دیگه دفعه باز نام تنشته کنی. خب آفرین. مرا زینت مرا از خودت آفرین. آفرین زینت جان. چی؟ قاسمیار. آفرین. خب دوستکای نازنین خب چوب و آرام بشینین. اگر شما فهمیدین که دیگه نوبت چی است میگم صحیح است نه خطا کنیست. کی برای من میگه نوبت چیست؟ بگو نیایش جان. نه فهمیدی. بگو. دودگر روز ما سر نماز گپ زدیم. آفرین سر نماز گپ زده بودیم. کدام سوره از خود تلاوت میکنی؟ بله. بیا اینجا استاد چه تلاوت که آفرین. بشید در جایت کلتان چاپ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. آفرین. در جایت بشی خنده کپایش. ما در جایت بشی. بیا اینجا استاد چطور چی را میخونی؟ اینجا یک بخونم تو بلند دوست بخون. چی را داری؟ بگو. بخون کریم چی داری؟ چی داری؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللهب في حبل من مسد في جيده حبل من مسد. در جایت بشینه. خب اینا رو دیگه من یک کار میکنم. کلتان در جایتان بشین. آفرین. نخوتک جان رفته ما چون که میایه نمی یا دراست نمیفهمم. اینا رو دیگه نوبت یک چیز دیگه است. بلال تو بیا اینجا استاد شو. بیا قندولک. آفرین بلال جان. بیا خودتان بیا ارسیتان بیا. بلال اونجا استاد شو. تام در پولیش استاد چروی تا نوشته در بکن. کوکرنگین یک کلمه جور میکنم. آفرین بیا تام هم اینجا بیا. کوکرنگین من بیا. نیایش یسرا میاد دیگه. نیایش یسرا بیا. خب ما نوشته میکنیم بچی با کدام حرف کار که امروز؟ هده چشمه. ما ایره پیشت بگم اونجا روی تو در بیت استاد شد در پولی بلال. خب باش دیگه حرف میمه بگی بلال خودت. خب همراه میم بعدیم ما ایره خودت چپا کدی بلاد ما همدردی ایره خودت بگی. بلاد بالا بگی. ایره علیمه تو بگی. ایره تو بگی. خب کاکرنگین جان. بگی بله. ماما آمدم. بیا تاوش نته دیگه تو بگی. بیا بخیر بگی. بیای چرا سرچپه میگیری علیمه جان راسته کو. اینو تا ایرا من تو راسته بگی. آفرین. چی نوشته شد؟ همدیگر. کلتان به یک شده بگوین همدیگر. آفرین. میره به ما بتین در جایتان بشینین. مرا هر کس در جای خود بشینه دیگه. شاباس مرا ایره برین دیگه در جای اکایتان بشینین. خب کل گپ به این گپ نرسه. نخوتک جان برای ما میگه که امروز از شروع برنامه تا به حال چی یاد گرفته. سعید کاکرنگین جان ما امروز در برنامه یاد گرفتیم که کتابچه خاطرات داشته باشیم. روزای خوب خود روزایی که با دوستکای ما چکر میریم یگان خاطرات خود در اون نوشته کنیم و تا میتونیم که باز در آینده بخیر از او یک قصه که یک داستانک جور کنیم. دیگه همچنان بر ما گفتی که وقت پشت سودا یک جای میریم در مکانهای امن از جایی بریم که بیروبار مردم ها زیاد باشه که کسی به ما ضرر نرسانه. دیگه اون حرف تسمه را یاد گرفتیم. اون رقم چپس خوردیم که تخم دیگه می چیزا کاکرنگین جان. بله نخوتک جان بسیار زیاد تشکر که از شروع برنامه تا حال متوجه بودی و کل چیز برای دوستایت گفتی. از اینکه دیگه وقت نداریم کل دوستای میاد پیش روی میز که دوستکای ما که در خانه ما را میبینه خداحافظی کنیم. بله کل ما دست ما را بالا میکنیم میگیم دوستای عزیز تا جمعه دیگه را خداحافظتان. خداحافظ.